فایل‌ها خواندیم هیدینگ 1 و 2 و 3 ما گفتیم همیشه یک وقت که یک اپلیکیشن یا داکومنت جور میکنیم اگر در او عناوین داشته باشیم عنوان عمومی را همیشه هیدینگ 1 میدیم. هرچند عنوان عمومی که در اپلیکیشن خود داشته می باشیم هر یک هیدینگ 1 میدیم و اگر مربوط هیدینگ 1 میشه مربوط عنوان عمومی میشه او را باز هیدینگ 2 میدیم. اگر مربوط عمومی باز میشه باز هیدینگ 3 میدیم. دو فایده داشت. یک فایده ایشی بود که وقتی که استایلش چنج میکنیم از اینجا که هیدینگ 1 رایت کلیک کنیم مودیفای کنیم استایلش چنج کنیم در هر جایی که هیدینگ 1 باشه هر قدر که باشه کلش یک بار تبدیل میشه. یعنی با ما ضرورت نمیشه که بریم هر یک جدا جدا چنج کنیم. و دیگه فایده ایشی است وقتی که فهرستش جور میکنیم اگر هیدینگ نداشته باشیم بار فهرست جور نمیشه. فهرست در صورت جور میشه که ما هیدینگ داشته باشیم. بازی فهرست ورد خودش جور میکنه که اینی مضمون در اینی صفحه است اینی مضمون در اینی صفحه است. اینی فایدهشان داره. فهمیدین؟ و فایند ریپلیس سلکت یارم خوانده بودیم. خب هم منیو خلاص شد. باز میره کلش از سر ببینین که هر جای مشکل داشتین پرسان کنین. بیا سلک صدا کنید. البته از مشکل بده. بیا بیا صحیح. هم منیو را باز میبینین هر جای مشکل داشتین پرسان کنین. حالا میم در منیوی فایل. در فایل منیو بلد هستین نیو چی کار میکنه؟ صفحه نو میاره. شورتکتشون چی است؟ کنترل ان. وقتی که اینجا نیو کلیک میکنی که اینجا زیاد سیمپل هم دارید که تیار جور شدگی دیزاین ها هستن. یک خونی بلنک پیج است که صفحه نو میاره. اینجا چند تا دیگه هم هستن. مثلا چی هم داره؟ نمونه تیار جور شدگی هم داره. میتونی از این هم استفاده کنی. اگه اینترنت داشته باشی خب باز بیخی زیاد میه. از هر یکی میخواستی استفاده کنی مثلا اینی است کلیکش کو و مراسم اونجا میه فقط خطش تغییر بده. آمد فقط خطش تغییر میده. فهمیدین؟ بعد از اون اینجا است اوپن میفهمین که چی کار میکنه. سیو هم میفهمین که چی کار میکنه. سیواز هم میفهمین چی کار میکنه. به چند نام سیو میکنه. و پرینت هم خوانده بودیم. خب اینجا پرینت که هست یک همه آپشن هایشان اضافه تر از نظر به وردپد. به خاطر که ما گفتیم که ورد که هست نظر به وردپد بسیار ادوانس هستن. به خاطر اپلیکیشن و داکومنت که چیز کماندا و چیزا که ضرورت میشه در وردپد باز کم هستن. از این خاطر پرینت را میخوانیم که آپشن هایشان نظر به متفاوت هستن. اول دیروز ما خواندیم وقتی که ما یک صفحه داشته باشیم و میخوایم صفحه 2 3 را اضافه کنیم باز چی میکردیم؟ کنترل انتر را میزنیم که صفحه اضافه شود. حالا این نمونه را که ما باز کردم در تقریبا چند صفحه هستن؟ 8 صفحه هستن و اینیش کدامش هست؟ صفحه 6 هستن. از اینجا که این بالا و پایین میری شمارهشان رو نمیبینین برات نشان میده که کدام صفحه هستن. وقتی که پرینت میکردین میاین اینجا پرینت کلیک میکنین. پرینت که کلیک کنین این پرینت پریویوش هم اینجا برات نشان میده. از وردپد قسمی بود که پرینت پریویوش جدا کلیک میکردین. از اینکه هست این پرینت پریویو اینجا نشان میده که سر صفحه اینی است، اینی لفت است، اینی رایت است. اینجا اسکرول بار رو پایین کنید تا که پایین صفحه هم مکمل برات نشان بده. باز اگر صفحه 2 رو میخواستین اسکرول پایین میارین یا اینی جای نکست پریویوس داره اینی. حالا کدام صفحه رو برات نشان میدم؟ صفحه 2 رو. اگر این رو کلیک میکنین 3 4 رو میخواستم هر صفحه رو که بخوای برات نشان میدم. خب 8 صفحه است. حالا میخوایم که رو پرینت کنیم. اینجا میگه پرینتر سلکت پرینتر. در وردپد بود. در کامپیوترت که هر چند پرینتر اینستال باشه هر چند پرینتر کانکت باشه اما کلشان هم اینجا میاد. از هر پرینتر که پرینت میکشید نامش باید اینجا انتخاب کنید. مثلا از اینی پرینتر پرینت میکشید اینی رو کلیک کن از این پرینت بکن. باز پرینت از این میمو برای. بعد از اینجا سیتینگ هستن. در سیتینگ اول چی هستن که پرینت هول تینگ. پرینت هول تینگ یا پرینت آل پیجز به این معنی که هر چند صفحه که دارم کلش پرینت کو. چند صفحه داشتم؟ 8 صفحه کلش پرینت میکنم. اگر پرینت سلکشن کلیک کنی پرینت سلکشن چی معنی؟ که سلکت کنی یک جای سلکت کنی. مثلا من تنها اینی جای را سلکت میکنم اینی را سلکت میکنم. باز میگم که تنها می پرینت شوه. باز وقتی که در پرینت آمدی اینجا باید باز چی را کلیک کنی؟ پرینت سلکشن. سایکال فال شد بخاطر که ما اونجا خط سلکت کردیم. حالا اگه این را کلیک میکنین تنها چی میشه؟ این جایی که سلکت کردیم تنها میبرم پرینت میکنم. بعد از اون اینجاست پرینت کرنت پیج. کرنت چی معنی؟ فعلی. کرنت معنی؟ فعلی پیج اون پیج که در هر پیج که کرسر باشه. مثلا اگه ما میخوایم که تنها اینی صفحه پرینت شه. باز چیکو فقط در این صفحه کلیک کو که کرسر در این بیاد. کرسر که در این اومد این صفحه را کرنت پیج میگه. وقتی که باز پرینت میکردی اگه ما اینجا بیام در پرینت برش پرینت کرنت پیج کلیک کنیم چی میکنه؟
در می پیجی که کرسر مانده تنها امی صفحه را برات پرینت میکنه. همیشه اگه میخوای که یک صفحه را پرینت کنی در اون صفحه اول برو کرسر بان باز اینجا کرنت پیج برش بگو اون صفحه پرینت میشه. و در غیر از اون چه کاستم پرینت هم هست. کاستم پرینت که کلیک کنی اینجا باز شماره میدی که کدام صفحه را برام پرینت کنم. مثلا 8 صفحه است، من میخوایم 8 میشه پرینت کنم. باز اینجا نوشته کو که 8. حالا که پرینت بزنی کدام صفحه پرینت میشه؟ 8. اگه عدد میتی مثلا میگم از 4 شروع تا 8. باز 4 نوشته کو و داش بده ایرا داش میگه. باز چند؟ 8. این به این معنی که از 8 شروع کو، از 4 شروع کو تا 8. یعنی 4 شد 5 6 7 و 8. و اگه کاما بتی مثلا ما نوشته کنم که 4 کاما 8. این چی معنی؟ 4 ما پرینت کو و 8 ما پرینت کو. و اگر داش بتم مثلا این قسم نوشته کنم که 4 داش 6 کاما 8. این چی معنی؟ از 4 تا 6 برام پرینت کو و 8 ما هم برام پرینت کو. از 4 تا 6 و 8 ما. این را کاستم پرینت میگه. کاستم پرینت معنی که بدل خود پرینت میکنیم که هر صفحه را که بخوایم. باز اینجا عددش نوشته میکنیم و صفحه را بعد پرینت میکنم. بعد از اینجا داکومنت اینفو، لیست مارکاپ و پرینت مارکاپ. داکومنت اینفو چیزا که از پسان باز در پراپرتیز در یا میخوانین. باز اگر میخواستین که او چیزا رو پرینت میکنین باز یا رو انتخاب میکنین. این پسان که باز بخوانین باز خودتان میفهمین که اگر میخواستین میره پرینت میکنین از اینجا کلیک میکنین. باز اینجا دو چیز دیگه هم هست. print only odd pages, print only even pages. odd چی معنی؟ تاک. even جفت. print odd pages صفحه تاک برام پرینت کو و even pages صفحه جفت برام پرینت کو. اگر من اینجا odd pages کلیک کنم و آل برش پرینت بگویم چی میشه؟ صفحه تاک پرینت میکنم. مثلا صفحه اول پرینت میکنم، سوم، پنجم، هفتم. و اگر اینجا even page برش بگویی باز چی میشه؟ صفحه جفت پرینت میکنه. 2 4 6. فایدهشان چی هستن؟ فایدهشان این است وقتی که مثلا یک کتاب یک چپتر رو جور میکنی میخوای که هر دو طرف پرینت شود. صفحه اولش در یک روی، صفحه دویش در دیگر روی پرینت شود. باز این دو قسم میشه. یک پرینترهای هستن که دبل سایدید خودش پرینت میکنه. برش میگی که هر دو سایدش پرینت کن. و باز صفحه اولش در یک روی پرینت میکنه، صفحه دومش در دیگر روی. چپتر چه کس دارین؟ بتین که من براتون نشون بدم. سکنین این چپتر هستن. میم دی صفحه. دایی رویش هم هست. دایی روی هم هستن. این دو قسم پرینت میشه. یک پرینترهایی هستن که او دبل سایدید پرینت کرده میتونه. دبل سایدید در دو طرفه. باز اینجا فقط برش میگه که سب اینجا اگر پرینترت باشه دبل سایدید دیده برش گفته میتونی که دبل سایدید برام پرینت کو. فعلا پرینتری که ما اینجا انتخاب کردیم او دبل سایدید نداره. مثلا امکان داره که این پرینترها دبل سایدید آپشن داشته باشه. نداره. خب باز پرینترها کی است؟ دبل ساید خودش پرینت میکنه. باز از اینجا برش میگه که هر دو ساید پرینت کنه. ولی پرینترهایی که دبل ساید نداره باز چی را استفاده میکنی؟ اود و ایوان پرینت میکنی. اینجا برش میگه که اود پرینت کو. این صفحه تاخ پرینت میکنه. مثلا این صفحه اول باز 3 باز 5 باز 7 تا که پرینت شد امی پیجا را پس میگیری سرچپه در پرینتر میمانی. سرچپه که در پرینتر ماندی باز میای چی را کلیک میکنی؟ ایوان پیج که جفت پرینت کنه. وقتی که ایوان برش گفتی باز جفت پرینت میکنه. مثلا اینی 4 شد 2 شد این طرفش 4 این طرفش تا که دو طرفه پرینت شود. این را اود ایوان میگه. فهمیدین ایرا؟ ایرم فهمیدین وان سایدید و دبل سایدید هم وقت استفاده میشه وقتی که پرینتر دبل سایدید باشه. و بعد از این کلیت یادتان است؟ در ورد خوانده بودیم. این چی کار میکنه؟ پیش از اینکه کلیت کلیک کنیم اینجا ما کاپی داریم که اگر کاپی یک کاپی باشه چی میشه؟ امی 8 صفحه یک دفعه برات میکشه. مثلا این یک چپتر از 8 صفحه یک چپتر برات پرینت میکنه. اگر اینجا ما این را دو کنیم باز دو چپتر پرینت میشه. یعنی 8 صفحه 16 صفحه میشه دو چپتر. اگر این را ما سه کلیک کنیم باز چند میشه؟ 3 چپتر پرینت میشه. حالا این 3 چپتر را چه قسم پرینت کنه؟ اینجا در کلیت برش میگه. اگر اینجا کلیتد کلیک باشه سه کو عدد کت نوشته است. 1 2 3 باز 1 2 3 باز 1 2 3. ما اینجا برش گفتیم که 3 کپی را برام پرینت کو و اینجا کلیت کلیک کردیم. این چی میکنه؟ از 1 تا 8 یک چپتر رو پرینت میکنه. باز از سر شروع میکنه از 1 تا 8 دیگه چپتر رو پرینت میشه. باز از 1 تا 8 دیگه. فقط میگیری و سنجاقش میکنی. ولی اگه اینجا انکولیتد کلیک باشه سه کال چی است؟ 1 1 1 2 2 2 باز چی میشه؟ اگه ما اینجا انکولیت کلیک کنیم صفحه اول 3 دفعه پرینت میکشه. صفحه 2 را 3 دفعه پرینت میکشه. صفحه 3 را 3 دفعه پرینت میکشه. صفحه 4 است. باز تو مجبور خودت پس صفحه رو منظم بانی باز سنجاقش کنی. فهمیدین؟
حالا دل تو قسم میخوایی یا قسم. اگه کولیتد کلیک کنی منظم پرینت میکنه، اگه انکولیتد کلیک کنی باز رقم پرینت میکنه. بعد از این اورینتیشن است که خب میفهمین اورینتیشن پورتریت و لندسکیپ. پورتریت که صفحه انو تو با بلندی بیاین و اگر لندسکیپ کلیک کنی باز صفحه با افقی میه. اینجا چی هم داره؟ زوم داره که صحیح معلوم شد. میبینید صفحه حالی این قسم آمد. و اگر اینجا پس پورتریت کلیک کنی باز با بلندی میه. اگر قسم پرینت میکردی یا قسم پرینت میکردی. بعد از اینجا سایز است. سایز هم خوانده بودیم در ورد که همیشه صفحه های پرینتر که هست با این نام موجود هستند. وقتی که میرید از دکان میخری مثلا برش میگی که ما ورقای پرینتر را کار دارم، میگه کدامش کار داری؟ تو میگی مثلا چیش؟ A4 با همین نام هستند. حالا اینی ورقا که هست اینی A4 هستند، اینی ورقا A4 هستند. اگر در پرینتر این ورقا را مانده باشه باید شما اینجا چی را کلیک کنین؟ A4 تا که قسمی برات نشان میده و قسم پرینت هم شود. اگر اینجا یک چیز باشه مثلا تو در پرینتر A4 ماندی و اینجا چی را انتخاب کردی؟ A5 انتخاب کردی. A5 نیمه از این میشه تقریبا. اینی را که نمی‌کنی A5 میشه. باز شاید چیزی که برات نشان داده باشه و قسم پرینت نمیشه. خود کلام می. از این خاطر همیشه سایز بسیار مهم هستن. در پرینتر که هر قسم ورقا باشه اینجا باید نامش انتخاب کنی. بعد از اون مارجینز است. مارجینز هم یادتان اگه باشه که اینی فاصله را مثلا اینی فاصله اینی قاس اینی قاس بالا اینی قاس پایین اینی قاس. اگه اینی فاصله را کم و زیاد می‌کنی سکو اینه. اگه ما اینی را انتخاب میکنیم امی اولیشه تاپ لیفت رایت بوتام از چهار طرف نه از چهار طرف 0.5 فاصله میده. اگه دیگهش انتخاب کنی از تاپ یک از بوتام هم یک از رایت و لیفت که هست اینی فاصله هستن. مثلا این رو کلیک میکنیم سک فاصله کم شد یا نه. اگه زیاد فاصله هاشون زیاد میکنیم زیاد میشه. این مارجینز شدن. بعد از اون 1 پیج پر شیت هیچ کار میکنن. اگه 1 پیج پر شیت باشه مثل حالا که کلیک است در یک صفحه بر پرینت میشه. مثلا در این صفحه این یک صفحه را بر پرینت میکنه. ولی اگه اینجا ما این را دو تا کلیک کنیم باز چی میشه؟ در یک صفحه دو تا بر پرینت میکنه. مثلا صفحه اول اینجا، صفحه دو اینجا خرد باز میه. و اگه اینجا 4 کلیک کنیم 4 صفحه میه. خردترک در یک صفحه 4 صفحه بر پرینت میکنه. فهمیدین؟ تا چند؟ تا 16. اگه یک صفحه میخواستین یک، اگه تا هر قدر میخواستین. این را باز پیج پر شیت میگن. بعد از اینجا چی داریم؟ پیج ست اپ داریم. پیج ست اپ در چی خوانده بودیم؟ ورد پیج اینجا هم هستن. دی باز اول مارجینز هستن. اینی مارجینز که اینجا بودن اینجا هم هستن. خب فرقش چی است که در اوج تیار یک و چند نوشته هستن. اینجا خودت نوشته کرده میتونی که از تاپ چند باشه، از بوتام چند باشه، از لفت چند باشه و از رایت چند باشه. مثلا من میگم از لفت چند باشه؟ 0 باشه. چک. میبینین؟ اگه زیاد میکنین پس زیاد میشه. این مارجینز شدن. بعد از اینجا گیتر هم داریم. این چی کار هستن؟ این را در بایندینگ سپیس میگه. وقتی که می کتاب اینجا سنجاق میکنی برای از هم باید سپیس در نظر گرفته باشین. وقتی که یک چپتر یک داکومنت یک چیز جور میکنین باید فاصلهش از کدام جایی که این را سنجاق میکنی یک کمی فاصله ایش بانید. به خاطر که اگر جای نباشه باز رو سنجاق کنی باز خطی بند میمونه. از این خاطر اینجا یک کمی فاصله برای گیتور هم میمانی. این از مارجینز هم میتونی که مارجینز یک کمی زیاد کنی. مثلا از طرف لفت به اندازه 1 اینچ نه 1.5 میمانن که اگر سنجاق هم شوه خط بند نمانه. و از گیتور هم استفاده کنه. میتونی مثلا میگم 1 اینچ گیتور باشه. از کدام طرفش باشه؟ از طرف لفتش. اوکی کو؟ سکو خط دیگه هم پیش رو میشه. تا که اگر 1 اینچ سنجاق کنی 1 اینچ بازم اونجا فاصله بانه. این را گیتور میگه. بعد از این پورتریت و لندسکیپ اونجا بودن، اینجا بودن. گیتورش پس 0 کنیم. و بعد از این اپلاید this section و whole document این سکشن ها را که بخوانیم باز زیرم پس میره باز میخوانیم. فهمیدین؟ بعد از اینجا پیپر داریم. در پیپر سایز اینجا هستن و اینجا هست. مثلا که ما میگفتیم که کدام صفحه را انتخاب میکنیم A4 اینجا هست و اونجا هستن. ولی اینجا چی هم وید اور هایت هم داریم. مثلا اگه تو یک ورق پیشت باشه اینی ورق تو نمیشناسی که چی هستن. فهمیدی؟ نمیفهمی که آیا A4 است A5 است چی هستن. باز خطکش بگیر اندازه کو. هم وید شه و هم هایت شه. وید و هایت شه باز اینجا نوشته کو. این قسم اندازه که دی بارش چی قدر است اینجا نوشته کو. هایتش چی قدر است پایین نوشته کو. تا که سیتینگ با اندازه امی صفحه شوه. وقتی که سیتینگ با اندازه امی صفحه شد باز در پرینت ویو که هر قسم برات نشان بده اون قسم پرینت میشه. فهمیدین؟ اینی سکشنش باز دو وقت میخوانیم. این را میگه پرینت. باز وقتی که کل چیزا سیتینگ صحیح شد وقتی که پرینت میکشیدی باید چی را کلیک کنی؟
پرینت بزن، از هر پرینتر که انتخاب کرده باشی راسن پرینتتون شروع میشه. فهمیدین را؟ بعد از شیر رو شاید گلگی بفهمید. اگر میخوایی که را شیر بسازی فیسبوک و در لینک در سوشال وبسایت ها باز شیر استفاده میکنیم. بعد از اکسپورت است. اکسپورت چی میکنه؟ اکسپورت هم تقریبا مثل سوازواری است، خوی با فرمت مختلف میکنه. اکسپورت کلیک کن. سعی کنید یک فرمتی که بسیار زیاد مشهور هستند به نام چی هستند؟ PDF. ما روز اول خواندیم که می آیکنا که از مختلف رنگ داره و از مختلف پروگرام ها مختلف هستند. اینی آیکنا که مختلف رنگ ها داره از هر پروگرام جدا جدا هستند. مثلا اینی که از کدام پروگرام است؟ از ورد است. اینی سرخ ایره PDF میگه. اینی از اکسل هستند، اینی که از پینت هستند. از هر پروگرام آیکنشان جدا جدا می باشه. حالا اینی چیره که ما در ورد جور کردیم، اینی داکومنت ما در ورد جور کردیم. ایره میخوایم به کدام پروگرام تبدیل کنیم؟ به پروگرام PDF، به فایل PDF تبدیل کنیم. PDF پورتیبل داکومنت فایل برش میگه. فایده از چی است که از یک کامپیوتر به دیگه کامپیوتر انتقال میتین، دیزاینشان تغییر نمیکنه. دیزاینشان چی رقم تغییر نمیکنه؟ مثلا ما اینجا فونت ما در چی خواندیم؟ نه در ویندوز ما شما فونت خواندیم. اینی خط است، مثلا فونتشان چی است؟ اینی کمبریا فونتشان هستن. اگه اینی فایل تو انتقال بدی در او کامپیوتر، اگه در او کامپیوتر اینی فونت نباشه باز اینی خط اینی قسم معلوم نمیشه. دو که هر فونت باشه باز مو فونت میگیره. مثلا اونجا ریل باشه، اینجا که مثلا اینی فونت دو کامپیوتر نیست دیگه فونت هستن، بازی خط دیزاینشان تغییر میخوره. باز اگه تو میگی که تغییر نخوره باز میای چی رو کلیک میکنی؟ از اینجا اکسپورت رو کلیک میکنی و اینجا PDF جور میکنی. PDF مثلا میگم که را به نام چی ثبت کو؟ ورد فایل PDF یک نام دادم برش پابلش. اولی که از در PDF ثبت شد. اینی را باز اگه انتقال بدی باز دیزاینش اگه اوجا فونت باشه یا نباشه دیزاینش تغییر نمیخوره. فهمیدین؟ اینی جالب واز کنیم. به نام چی بود؟ ورد فایل PDF. سعی کن نشانشان سرخ شده یعنی این را اگه واز میکنی ایده PDF ریدر واز میشه. اوپن وید ایده PDF ریدر واز میشه. این را در کامپیوتر انتقال بدین اوجا اگه فونت باشه یا نباشه این دیزاین تغییر نمیخوره، همین چیز میمونه. فهمیدین؟ همیشه وقتی که یک اپلیکیشن مثلا یک کتاب نوشته کردی، یک چپتر نوشته کردی، این را میبری پیش مطبع که باید پرینت کنه، چی شه ببرین؟ PDF شه ببرین. به خاطر که در ورد تو جور میکنی، اگر اینی فونت پیش مطبع والا نباشه باز این دیزاین این فونتشون تغییر میخوره. از این خاطر شما باید چی جور کنین؟ ازو PDF جور کنین، بعد ازو ببرین. یا مثلا اینی فایل میخواین در ایمیل برای یک کس روان کنین، اگر در کامپیوتر ازو اینی فونت نباشه باز برای ازو این قسم نشان نمیده، تغییر میخوره. باز شما چی روان میکنین؟ PDF روان میکنین. PDF که اوجا واز میکنه، اگر فونت داشته باشه یا نداشته باشه تغییر باز نمیخوره. فهمیدین؟ این را اکسپورت میگن. اکسپورت. و بعد ازو چی است؟ کلوز اگزیت یک چیز است. و بعد ازو اکاونت است. اکاونت وقتی استفاده میکنی وقتی که کد مایکروسافت اکاونت کد مایکروسافت ثبت باشی باز میتونی از استفاده کنی. از اینجا ساین این کلیک کنی و آیدی و اینترنت باشه، فعلا اینترنت هم نیستن، باز اون آیدی و پاسوردی که مایکروسافت برات میته اون لاگین میشی، میتونی که اگر اکاونت مایکروسافت داشته باشی. و آپشن هایشان باز یک میخوانیم، بسیار زیاد است، یک باز میخوانیم. فهمیدین تا اینجا؟ و من الله